سلام میدونید دیگه من این سر اومدیم با پارتیک فوتبال. اوف روبلاکس. اوف بچه من این پارتی دارم. خب سلام عزیزی تو خوش بریم ویدیو دیگه توی ویدیو من بده پاس میده بابا گوف پاس میدی گوف. بچه من این روبلاکس بازی کنیم این پارتی نمیدونم چندم روبلاکس اما این دفعه شطرنج رفتیم اون چیزا رو هم رفتیم جنگل رو رفتیم و همین فوتبالشو بریم و بریم واسه من دروازه‌بان چون بیرانوند در دروازه‌بان مشاهده میکنید و الان و راموس میشم تک میبیرم پاس میدم پاسو میگیره پس پاس نمیگیره واسه نت اسلامی میرسه. بله این حرکت بیرانوندم رودریگز خب شروع میشه دوباره بازی. بله یه تکرار در تیم داریم. تکرار نیست بس سگ افتادم دنبالش توپ ازش بخورم چون اومدم ویدیو کانتنت میخوام. بچه‌ها منم یه دفعه میرم دروازه تا ببینین چقدر من دروازه‌بانیم خوبه و آره بیرام جانویج بوفون یاد تبدیل میشه به بیرام تبدیل بوفون میشه و 100 نفر ریختن سر اینجا من جایی یا خودشه اینجا بهتر نداشتیم. یا اول بد اینجا بده محمد بابا نی محمد بده بابا گو آرام چیکار کنم؟ فشارهای روی روانی بله کورعلی در دروازه تماشا میکنید نه کورعلی جان سه نفر بیام تو دروازه کورعلی تشکیل بله نیکولاس جکسونی میزنن ما آخ همونطور که دیدین سر نت اسلام معلوم نیست تک نزده تو با که خیلی عالیه. چی داری میگی؟ بچه تیم حریف پینگشون 12 توپ خورد بابا بیشور من میخواستم گل بیشور توپم خورد. بچه تیم ما 139 پینگمون 155 121 102 161 8 و حالا تیم اونا 43 19 10 9 اومد یکی پینگش 8 شاید پاس بده دیگه داشت پاس بده ویدیو گل بزنم ویدیو گل بزنم ویدیو بابا نمیخواد مسی شده آدم من میگم بچه بچه یه جایدم یه سری هوش مصنوعی ها اومدن گیج مصنوعی اسمشون گیج مصنوعی که بله همین الان در دروازه رو مشاهده میکنید دستش بیرانونده ولی خوب بچه قیچی بزنم بزن آقا سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری فقط گلوش کشته میشه دیگه همینه تنها ضررش نه با خیلی سکانتون برو ماشالله جان میچی بخون بابا میتونی یا بین اصلا بخون رامتی اینجا به من رفت نه من پاسته من میاد پاسته تو دای بین اصلا یارو من احساس کنم من تو دروازه نیستم الان یارو اومده جلو من داره دست میده داداش اینجا آقا این پاسه به نیکولاس جکسون میگفتم پاس بده به خود بهتر پاس بده به من میگن بت علی بده به بابا بده حالا صدا میدم با دستم عرق کرده نوکرم ماشالله بوفون کجایی؟ اینجا
از اینه که سادیسپرا میبریم همین چرخو بکنم. بله رامتین مثلا اون 2-1 رو نگه داشتیم. دروغ نگم رامتین نبود الان میباختیم. نوکم تشویق لازم تزیم کن بچه بیا پایین سرمون درد گرفت بابا. مثلا حالا پرو نشه تعریف کردم به مثلا نیکولاس انتونیشیا. این بازی کن مثلا این چند وقته بنده از خب کشیده نمیتونستیم ویدیو بگیریم. جدی میفرمایی؟ راست بگی چند دی رامتین نمیتونه ویدیو بگیره. رامتین نیست اوف خود ببین توپ 2 کیلومتر از خودم دور میکنه. اگه مشکل تو صحبت کردن من دندون پزشکی بودم BSc زدم قشنگ لبم کار نمیره ببریم یه تیکه از لبم کار نمیره. همین اومده ویدیو پس لایک کن. نه لایک هم نکردی ویدیو رو تا ته ببین با واچ تایم میخواد. من میگه گورگل رامتین نجاتمون دادی یا 2-1 همطوری نگه داشته باشی. نوکم تزیم نه با ترس نوکم میشوته بابا توپم گرفت پیشون. خاک تو سره ماسکولمو خراب کرد. من میگه گلپری بابا ماسکولمو خورد. اوه کشته شد. بله تموم میکنیم بازیو جود بریم. من خیلی سیل کردم اون نفر دومه رامتین نجاتمون داد راحت شدم. تشویق لازم بیلاخ حالا پررو نشد بیا کن. اسکورم 1540 یا بفر یا عمل بله بچه ها این سری نوبات منو برم دروازه بعد چند دستم من و رامتین دیگه همینطوری میریم بعد دیاره دیگه الان من میرم دروازه میشم بوفون که گند میزنم مطمئنم برای سری من دروازم و قرار نیکولاس جکسون بین بچه ها رامتین دروازه‌بان نیشو دیدین هم بله خوب بود ولی نوبت منه. حالا من قرار بشم جان موجی بوفون تغییر کنم و بله دیگه شوت نکرد اینو ازم سی برم چی؟ بیا نوکر آخ نوکر آخ من برم مشتاق رامتین برو باشه خواهد من نذاشتم یه دونه گل بخوشه چیکار داریم میکنیم؟ دیدن از گزارشگری میکنم خب و گل میزنم خیلی گل بابا من باز گل دادم نمو من فشار تو درک میکنم من نمی شوت قشنگ زدم یارو من جلو شوتم گیر بشود من بعد ولی بچه بازی حساسیه ببین دروازه‌بان یه گل خورده یه گل گرفته و بعد دیگه اوه بینوز دوباره کانتنت مفت حالا 8 نخورم یه وقت غلط کردم تو رو خدا تک به تک نشیم 8 و آب رو بره خواهد تو سره و بمونید دروازه بابا دوباره تک به تک رامتی 3 به تک هم من اومدم نه گرفتم جانویچی بلند بگی مرسی بابا این بیگیره خیلی تصمیم بگی نیکولاس جکسون میشه قینچ بگرنش به اوت میره دوباره سانت میکنن این دروازه باره قهوار میگیره دوباره توپو بلند آزین بلند بدم من بلند قدم نیستم بکنم رونالدو نیستم من همین کار رو دارم میکنم واسه کانتنت بهونم نمیارم پاسام دست من نیست میگیره باز دروازه بان چیکار میکنه کامبک میزن خواهی تو سرت دارم گرفت
این دروازه باد بر میگرده ولی دیر بر میگرده 5 تا خوردیم دروازه باد داره جیر میخوره بله خودشون با خودشون دارن گل میزن چیکار دارن میکنن من دارم چیکار میکنم من میگیرم پشمو الان من دروازه بان جایی ای بیت قشنگی هم خاک تو سرم واقعا خاک تو سرت غلط کنم در من میرم دروازه نه رامتین برید بله برگشتم بعد به لیسبون برگشتیم بله گل خوردیم واقعا که ترام که خجالت بکش بله داره میره آنکر مسی ما منتظرستان هم روزاشگری میکنم بده اسکول بده دیگه چه راموس چیز یعنی الان راموس میگیره آنکر مسی گم نتم من بهونای علکی نتم خب رامتی تک به تک میشه تو نیست بابا تو دهنشم بکو بیادنه بخندی نه یه دور دیگه فشار بخورم حالا من میرم دوازده میدوه بیشور بای باده همه رو داره دیره بیزنه آی تو سرمون آقا پاس ماشالله پاس داشت ویدیو پاش بده بیگفتم پاس بده میفهم و رامتین از دست دادیم من اون گذاشتگری کنم تا رامتین بیاد بعد برگشت رامتین روزم تا دقایق بعد این دست دیگه خدا کجا میروی؟ نمیدونم الان فشارم میگیره میدونم بزن وای بدیم برای یه اینکه گل بزنم فشار بخوری یارو نوشت سولو این زشته تا یه گل من تو یکم بزنیم دو جذاب شد بابا اسکل فشار خوردنم خوب کانتنتی ها جوش این بازی کن دیش ریت کار داریم نکن دیدی من دو تا موقعیت تک به تک یارو یه دونه موقعیت تک به تک بچه ویدیو شورتمون جور شد رامتین فقط ویدیو شورت باید ببینیم اینقدر اسکال بازی داریم در میاریم وای خیلی خوبه اسکال وای چند تا موقع تک به تک دو تا موقع تک به تک خراب کردم وای برادر علی خوره من نمیدونم پاس بده به من 12 وای آره چه بازی کنید 8 چی کلن کدوم بازی کن 8 تونی کروز من 2 تاشم من 8 دارم من دابل تونی کروزم تو رو خدا میفته بگم مثل انار موزه مطمئن
ببین من حتی با این گندایی که زدم یه گل باید بزنم. ببین میبرد ببین استامینم تمام شد، من اسکال گیر آورده. برو خدا رامتین گل نه برو. میدونم ما تقصیر من نیست باختمون، ولی خب من ببرم. منم میخوام اومد بیا بده توپه بیا باش لطفا ویدیو لطفا خاک بر روز سره. نمیخوام داداش تو رو خدا یه دونه گل یه دونه گریم الان میگیره. داداش خاک تو سره. بچه هم بشتیم ویدیو نه تموم نشد هنوز امید. خب بچه هم بشتیم ویدیو دیدیم به 20 ثانیه آخر ویدیو رسیدی بنده فشارم داری میافته سر. تو رو خدا پارت دوم تو گل بزن داشت به پنالتی ها بریم. تو رو خدا یس زهرما امباپه این واکنش در نظر من چیه؟ موساله بیابونی پنالتی ها میریم. میتونیم گل بزنیم پنالتی ها. فقط با دروازه بانی نه حد میتونیم. ای من گلو میزنیم نه دقیقا من یا تو میزنیم بازی با پنالتی. چیزی گرفت رامتین میتونی تو نیستی؟ یا توی میتونی رامتین میتونی. اشکال نداره. به نفت من میشم بایی من نفر آخر چه گلی؟ گلش خیلی بشنیم قشنگ. رامتین میتونی ها من به تو میدم. ماشالله رامتین خودتی ماشالله برو. رامتین بگیر من گل کنم تمومه. میگیری گل کنم خب خفه شو ولی گل نکنیم مثلا تو سر قشنگ واسه حرف خیلی ندارم. بزن. این قشنگ. رامتین اینو گل نکنه بازی ممکنه مساوی شه. گل رامتین باید بگیری ببری. حرف سادندس وای اینو نزنه نگیری بابا. تو رو خدا بزن داشت قیچی نمیخواد بزن. این ولی رامتین باید بگیری. داداشم این مولا به شیرینی نمیدم اگه بگیری. رامتین تو رو خدا بعدی بابا تو خلاص دارم رامتین خودتی حساسه. رامتین خودتی باید بزنی باید و اینا بازی ما. یس تاکتیکم خیلی خوب بود برای بیارم یا یه ویدیو جوری که جیت زدم تو ایران جام میخوام خب بچه لایک خب بچه میسی که میدونید زهرما بازی حرفی نداری؟ آخی همون حرفی نداری؟ نه من میرم اینجا مثل که ویدیو لینک کنم نوبلیت نه بچه های ویدیو دیگه
موزی به موزی